رادیو صدای دوست، اینجا صدای شماست. صدای دوست.com. بله صداتون رو دارم. سلام سکا خانم دکتر سیما کیجی، حالتون چطوره خانم دکتر؟ مرسی، درود به شما آقای قشقایی عزیز و درود و سلام به تمام شنونده های مهربونتون که مثل خودتون مطمئنم مهربون هستن و خوب. قربون شما برم، خیلی ممنون. شما مهربون، چون مهربون شناستن. لطف دارید شما خانم دکتر. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستیم. امشب بعد از مدت‌ها دوستان به هر حال فرصتی شد که ما دوباره با هم دیگه صحبت بکنیم. خانم دکتر، برای یک سری از دوستانی که ممکنه با شما آشنا نباشن یه بریف بایوی به ما بدید که دوستان هم آشناتر بشن با مهمونمون. بله حتما با کمال میل. من دکتر روانشناس بالینی هستم، دکترای متافیزیک، هیپنوتراپیست بالینی، دارای مؤسسه آموزشی هیپنوتیزم بین‌المللی سراسر دنیا، تخصص در رشته NLP، تخصص در بازگشت به زندگی قبلی و مدت 14 سال شاید بیشتره که در تلویزیون‌های لس آنجلس و رادیوهای مختلف برنامه داشتم. بسیار هم عالی، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم خانم دکتر. عرضم به حضور اول شما دوستان، میدونید مثل همیشه که با هم دیگه صحبت میکردیم مثل اون دوران قبل، خیلی از دوستان دلشون میخواد راجع به خیلی چیزها بدونن در فاصله بسیار فشرده. خانم دکتر، ما اولین باری که ما با هم صحبت کردیم و آشنا شدیم نزدیک به 2 سال پیش بود. اتفاقا آگست این ماه فکر کنم بشه 2 سال که شما پستی گذاشته بودید روی دیوارتون، یکی از پست های بسیار جالبی که من دیدم و این عجیب منو به فکر انداخت. نوشته بودی که چیه، آیا ممکنه این هست که دنیای ما که در دنیایی که ما درش داریم زندگی میکنیم یک رویایی بیش نباشه و وقتی که ما میمیریم یا از این دنیا میریم در یک دنیای دیگری بیدار شویم. این موضوع اینو یادتون هست؟ اون صحبت مشالله شما حتما فراموش کردین، اینقدر سرتون شلوغه. نه بله حتما یادم هستش. بله خیلی از دوستان دلشون میخواد راجع به این اگه ممکنه یه مقدار صحبت بکنید. بعد خیلی از دوستان دلشون میخواد راجع به انرژی از شما بشنون و ما سراپا گوش میکنیم. حتما با کمال میل. ببینید دوستان شما، شنونده های شما شاید با کارهایی که من میکنم یا برنامه هایی که من داشتم آشنایی کامل نداشته باشن. من چون 2 تا دکترا دارم، هم از لحاظ علمی خوندم روانشناسی و هم از لحاظ عرفان و اسپریچوالیتی خوندم، متافیزیک، ماورای طبیعت. از هر دوتای اینها اطلاعات کافی رو دارم و وقتی که صحبت میکنم راجع به این مسائل یا پست هایی که میذارم روی فیسبوک یا حتی در برنامه های تلویزیونی که همیشه صحبت میکنم، بنا به مدارکی، بنا به مقاله هایی که میخونم به دستم میرسه، بنا به تجربه هایی که کسانی به من گفته شدن، کلاینت هایی که دارم و یا تجربه های خود شخصی من و دیگران و حتی ساینتیست هایی که به دستم میرسه، اینو میگم همیشه. و این بستگی داره به باورهای خود انسان ها. من وقتی که اینجا صحبتی که میکنم نه هیچ وقت چیز رو به کسی تحمیل میکنم و دوست ندارم اگه هر کسی به باور خودش برای خودش محترم و بهش احترام میذارم. موضوع مرگی که ما اینجا میگیم، مرگی که صحبتش رو میکنیم، آیا واقعا مرگ، مردن، آدم وقتی که میره دیگه تموم میشه زندگی، یعنی چیزی باقی نمونه، یا اینکه دوباره به دنیا آمدن جایی دیگه است؟ بله. حالا من چرا میخوام اینو بازترش بکنم برای شنونده های شما عزیزان؟ وقتی که یک جنینی درون شکم مادر هست
وقتی که یک نطفه‌ای بسته میشه درون شکم مادر، بله، اون نطفه که رشد میکنه و مدت 9 ماه را در شکم مادر میگذرونه، ماهایی که در اینجا هستیم به هیچ عنوان خبر نداریم که در اون 9 ماه در شکم مادر چه گذشته. درست. و اونجا چه زندگی وجود داره در شکم مادر. درست. و اون جنینی که در شکم مادر هست اون هم هیچ اطلاعی نداره که در این دنیا چه خبره و به کجا میخواد وارد بشه. درست. پس زمان 9 ماهی که ما الان داریم میگیم که الان سال هاست که دانشمندان دارن روی این تحقیقاتی میکنن که درون شکم مادر چه میگذره اونجا، آیا به چه صورت هست و مغز کودک جنین چه کار میکنه، که حتی دیدیم حالا هر بار که تکنولوژی پیشرفت میکنه به این سری مسائل میرسن و به نتیجه میرسن. به عنوان مثال متوجه هستن که جنین الان صداهای بیرون رو میشنوه، اگه باهاشون حرف بزنین میفهمن، تکون میده، اگه دیده باشین جنین تکون میخوره در شکم مادر، با آهنگهای قشنگ خوشحالتر میشه روحیش و خیلی از مسائل دیگه که دانشمندان بهش پی بردن و هنوز هم دارن تحقیق میکنن. پس پوینت من اینجا اینه که پس جنینی که در شکم مادر هست وقتی که میخواد بیاد بیرون به این دنیا بیاد، درست همون تونلی رو که خیلی از ماها در زمان مرگ میگن اکسپریانس کردن، دیدن یه تونلی رو میرن، اون همون تونل رو میبینه و میاد بیرون. بله. به یک دنیای دیگه میاد که خبر نداره چی هستش، نمیدونه، هیچ اطلاعاتی نداره. و ما که الان در اینجا هستیم، در این دنیا هستیم، ممکنه که از لحاظ جسمانی خب تموم میشه، میمیریم و ما رو بعد از 120 سالگی به خاک میسپارند، ولی جسم ما هست که میمیره. در اصل ما روحمون، روانمون برمیگرده میره به یک جای دیگه. اوکی. به یک جای دیگه میره که هیچ کسی هنوز از اونجا هیچ خبری نداره. اوکی. دقیقا برمیگردیم اینو میرسیم به جنین شکم مادر که هیچ که خبر نداره چیه. دقیقا ما هم خبر نداریم، فقط تجربه های نزدیک به مرگ رو دیدیم. بله. شنیدیم، خیلی ها اکسپریانس کردن، تجربه کردن این رو. بله. من یکیشون. پس وقتی که یک نفر فوت میکنه، جسم که درون خاک میره، روح و روان یا اون سولی که میره به یک جای دیگه. بله. به خاطر همینه که ماهایی که همه به خصوص ایرانیان عزیز وقتی که یک نفر فوت میکنه میگن چی؟ میگن روحش شاد. پس اونجا این معنی این کلمه یعنی روح وجود داره. بله. حرف هایی که از زمانهای قدیم، شاید مثلا 400 500 1000 سال قدیم گفته شده، همینجوری گفته نشده، بر اساس چیزهایی بوده که در اومده این ضرب المثل ها. و وقتی ما میگیم روح شاد، خب اون زمانها اعتقاد داشتن پس وقتی انسان میمیره درون فقط جسمش میمیره و روحش به جای دیگه میره. بله. و وقتی که ما میخوایم یک نفر مرده‌ای که داریم دعا بکنیم، دستامونو، صورتمون رو بالا میکنیم و باهاش حرف میزنیم. درست. چون ما اونو توی زمین خاک کردیم ولی با آسمون به بالا صحبت میکنیم. اوکی. و میگیم اون بالاهاست و ناز رو نیاز یا آرزو یا بخوایم با دلمون تنگش میشه یا هر چی که هست و به صورت این که با بالا توی یک جایی توی این دنیا هست داریم باهاش حرف میزنیم. باز هم این برمیگرده به چی آقای قشقایی؟ برمیگرده به این که پس ما باورها و عقیده هامون
همینطوری که ما میگیم یک باورهایی داریم که پس روح وجود داره، انرژی اون شخص مرده هستش. و دلیل این یکی از این چیزهایی که ممکنه که من نمیگم اینجا پروو نیستش حتما، حالا میرسم به اون قسمت پروو بشم، و به خاطر همینه که خیلی از ماها خواب عزیزانی که از دست رفته رو میبینیم، خوابشون میاد میبینیم، 100 سالشون میشه خوابشون رو میبینیم، پیامی دارن بهمون میدن، تو خوابمون میاد بهمون میدن، حسشون میکنیم، یه موقع‌هایی جاهایی هستیم فکر میکنیم باهامون هستن. بله. اینها همه اون انرژی، اون اسپریت، اون سولشون، روحشون همیشه هست و ما نمیدونیم اینها الان در کجا هستن، زندگی میکنن. درست. ممکنه که جای دیگه زمین دیگه باشه که الان میدونید که حدود 2-3 ماه دانشمندان کشف کردن که یک زمین دیگه وجود داره. نمیدونم این به گوش شما رسیده یا نه. الان پیدا شده که الان دانشمندان پیدا کردن، ناسا، کره زمین دیگه وجود داره که توش زندگی هست. واو. بله، این الان این یک نمونهشه که میرسیم دونه به دونه، ما هر چی که جلوتر میریم بیشتر به اینها میرسیم. درست. که ممکنه که اون زمینی که اونجا هست، ممکنه انسان از اینجا به جای اونجا بره، ممکنه از اونجا به جای دیگه بره و اینها مرحله به مرحله داره، مرحله هستش همه. و الان خیلی هم هستن که به هیچ عنوان باور ندارن که بعد از مرگ زندگی وجود داره. من چند تاشون رو خانم دکتر از نزدیک میشناسم، یعنی میگن دقیقاً به هیچ عنوان قبول ندارن و به این باور دارن که وقتی انسان میمیره تمام شده رفته. بله. و یکی از این افرادی که 100% به این باور داشته، یعنی مسخره میدونسته که در بعد از مرگ دنیای زندگی وجود داره، دکتر ابن الکساندر. دکتر ابن الکساندر یک دکتری بودش که نیورولوژیست، جراح نیورولوژیست هستش و در یکی از بیمارستان ها کار میکنه. ایشون از کودکی و جوری که تربیت شده و پدرش تربیت شده به هیچ عنوان باور نداشتن که بعد از مرگ زندگی وجود داره و همینطور ایشون داشت کارش رو ادامه میداد در بیمارستان که اخیراً بیماری برای خودش پیش میاد، مننژیت میگیره و در 7 روز در کما میره. من این داستانشو خلاصه میکنم، داستانش طولانیه ولی خلاصه میکنم که ایشون بعد از مراحلی که در کما بود و مرگ و اون دنیا رو دید، وقتی که حالش خوب شد ثابت کرد و به همه اعلام کرد که زندگی بعد از مرگ وجود داره و اسم کتابشون هست Proof of Heaven. Proof of Heaven. Proof of Heaven. Proof of Heaven. Heaven. بله. ایشون کتابی نوشتن و همه جا سمینارهایی گذاشتن، سخنرانیاشون شروع کردن و داستان رو تعریف کردن که منی که به هیچ عنوان همچین چیزی رو باور نداشتم الان باور میکنم و 100% همچین چیزی حقیقت داره. این یکی از دکترا بود. و دانشمندهای ژاپن هم به این نتیجه رسیدن اخیراً که کسی که میمیره اونها هم تایید کردن که زندگی بعد از مرگ وجود داره. یعنی این نیستش که فقط ما انسان ها میمیریم و تموم میشه میره، به هیچ عنوان همچین چیزی نیست. برمیگرده به لیول های مختلف، میریم به یک جاهای دیگه، دایمنشن دیگه، نمیدونم اسمشو به فارسی چی میگن، به اصطلاح میگفتم قدیم آقای قشقایی عزیز 7
لول هستش میگفتن زندگی بهش. نمیدونم یه داستانی بود میگفتن 7 مرحله داره. بله یه چیزایی من یادمه. بله من یه چیزایی یادمه. منم اینا رو از زمان به خاطر میارم از دهان مادر بزرگم که اینها رو برای من تعریف میکرد. الان دارم یکی بهش میرسم میبینم پس اون زمانها یک چیزهایی میدونستن ولی نمیتونستن بگن، نمیتونستن ثابت بکنن. به هر حال یه مراحلی بوده و الان که میبینیم داریم جلوتر میریم، تمام دانشمندان که دارن این رو تایید میکنن که هستش، یعنی دارن جلوتر میرن. الان کره زمین پیدا کردن، یه کره زمین دیگه که قابل سکنا هست، زندگی میتونه توش باشه. همچنین افراد زیادی که تجربه مرگ رو کردن که به یک زمانی که از بدنشون خارج میرن، به خصوص همین دکتری که من دارم صحبتشو میکنم که وقتی که از اینجا میره یک نفر رو میبینه که دستشو میگیره که میبره. معمولا آدم ها وقتی که از اینجا میرن حس میکنن نزدیکترین افرادشون میاد جلو میبره. دقیقاً همینه خانم دکتر. خیلی دارن. اما برای ایشون یک کسی که اومده بود ایشون رو ببره، یک دختر بسیار زیبایی جوانی بوده که با ایشون بوده و وقتی که ایشون تعریف میکنه که بعد از این مراحلی که گذشته، میگه من این دختر رو نمیشناختم و در عمرم ندیده بودم همچین کسی رو. بله. بهش میگن که نقاشیشو بکش، شکلش رو بکش. وقتی که شکلشو میکشه برای پدر و مادرش یا عمه و خاله اینا که تعریف میکنه داستانها، خانواده ایشون میرن یک عکسی رو میارن که به این دکتر میگن زمانی که تو خیلی کوچیک بودی یک خواهر داشتی که در سن 35 سالگی این فوت میکنه و اینم عکسشو میارن. عکسی که این خانواده آورده بودن با طبق نقاشی و چیزهایی که اون دیده بود در اونجا درست دقیقاً مثل هم بود. واو. دقیقاً مثل هم بوده. و من باز هم اینجا تکرار میکنم، من نمیگم که ثابت شده یا من ثابت میکنم یا میگم حتما هست. باز هم باوراتون رو نمیخوام هیچ چیز رو به هیچ کس تحمیل بکنم، ولی تجربه‌ای که من دارم، تجربه‌ای که دارم میبینم رو کلاینت ها، مقاله هایی که میخونم به دستم میرسه و تجربه های شخصی خودم، تجربه های مردمی که حتی در برنامه تلویزیونی من میان و تعریف میکنن زمانی که فوت کردن چه بهشون گذشته. حتی چند ماه پیش آقای اومد رو برنامه تلویزیونی من، حدود 48 دقیقه ایشون فوت کرده بود. آقای ایرانی 48 دقیقه زمان مردنش رو قشنگ تعریف کردن ایشون که چی شده و چه گذشته. اینها بر حسب گفته ها، تجربیات، کتاب ها و متافیزیک، همون علوم طبیعت، ماورای طبیعتی که من خیلی خیلی این رو راجبش خوندم و هنوزم دارم باش توش تحقیقات میکنم، بر اساس اینها میگم. البته کار روانشناسی، روان درمانی من جای خودش رو داره، اون برای مسائل مشکلات دیگه هستش. و اما بریم سر موضوع، اگر راجب این سوالی ندارین من برم بر سر موضوع انرژی. والا سوال بسیار، شما ماشاءالله اینقدر قشنگ صحبت میکنید که آدم محو صحبت شما میشه. اگه سوالی هم داشته باشه یادش میره. ولی 2 نفر از برای بنده سوال فرستادن که میخوام ازتون بپرسم سریع. نوشتن سوال راجع به دیجاوو هست. خانم دکتر میگن نظرتون در مورد رویا دیدن در خواب چی هست؟ یعنی در بیداری چیزهایی رو دیدید که در خواب دیدین که قبلا همون دیجاووی خودمون هست. مثل همه ما یه خواب میبینیم، بعد یه جایی میرسیم، یه چیزی میبینیم که پیش خودمون میگیم ای ما هم اینجا بودم قبلا ولی همچین چیزی نبوده، ولی در خوابتون دیدین. دلشون میخواد نظرتون رو بشنوم.
این دیجاوو با خواب فرق میکنه. دیجاوو چیز دیگه است، ولی خوابی که شما میبینید بعداً تعبیر میشه اون چیز دیگه است. دو چیز مختلفه. خوابی که فکر کنم ایشون نظرشونی که سوال اینه که جایی رو در خواب میبینن و اونجا رو در آینده میبینن، اون منطقه اون لحظه رو حس میکنن. پس این میخوام بگن که خوابشون به تعبیر در اومده، به اصطلاح عملی شده. خب ماها بله، این ماها هممون خواب میبینیم. یه عده خوابها رو یادشون میاد، یه عده خواب یادشون نمیاد که چی خواب دیدن و فکر میکنن که خواب ندیدن. در صورتی که همه خواب میبینن و این خواب ها چند مرحله داره. ممکنه که یک نفر یک شب 4 چیز مختلف خواب ببینه. یعنی مرحله ببینه، یه دفعه در مورد یه چیز دیگه میبینه، دوباره شاید بیدار بشه، دوباره یه خواب دیگه ببینه وقتی میخوابه. و وقتی که ما میگیم خوابی که میخوایم تعبیر میشه بعداً، ذهن ما انسان ها، ذهنی که خداوند داده باهاش که خیلی 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 قدرت داره که با این ذهن ما میتونیم خیلی کارها بکنیم. یکی اینه که در زمانی که ما اگر ذهنمون رو میتونیم برگردونیم به زمان گذشتمون، به زندگی حتی قبلیمون میتونیم بریم. ذهن ما در زمان خواب، چون بدنمون کاملا خوابیده و ساکت هستش، قشنگ ذهن ما با سرعت چندین برابر جلوتر و آینده رو میتونه ببینه. و به خاطر همین وقتی این خوابهایی که میبینیم بعدش به تعبیر در میاد. بعضی از خوابا ممکنه که در خواب اونقدر واضح نباشه، چیزی شبیه به اونی باشه که بعداً تعبیر میشه براتون. ولی به هر حال ذهن شما آینده شما رو میتونه نشون بده، آینده رو میتونه بهتون بگه. متاسفانه به خاطر استرس ها، به خاطر فشارهای زندگی، به خاطر مسائل و مشکلات و گرفتاری ها و کار و روزانه اینقدر ما مشغول هستیم و درگیر هستیم، گاهی اوقات ماها نمیرسیم برگردیم به خودمون ببینیم ذهنمون چقدر قدرت داره و میتونیم با هر قدرت ذهنی خودمون فردای خودمون رو، ماه دیگه رو، سال دیگه رو میتونیم خودمون ببینیم اگه رو خودمون کار بکنیم، که اون مراحل مختلفی داره که هر انسانی قادر هست این کار رو بکنه. من فکر کنم این بحثی برای 3 ساعت در یک برنامه به خصوص. اون بحث جداست که اصلا یک کلاس جدا داره که باید یاد بگیرن، که من خودم بعداً در ماه سپتامبر انشالله این کلاس رو خواهم گذاشت و اینا رو یاد میدم. این کجا هست کلاستون؟ در لس آنجلس احتمال زیاد میذارم. شما تصمیم نداریم به تگزاس یه سفری چیز بکنید، سری بزنید به تگزاس؟ حتما با کمال میل، چرا که نه، حتما. میخواین خانم دکتر سیما اجازه بدیم اگه میخواین یه آهنگی من پخش بکنم، یه زنگ تفریح اعلام بکنیم، برگردیم صحبتمون رو ادامه بدیم راجع به انرژی اگه ممکنه، چون خیلی میدونم خیلی از دوستان مایل هستن بشنون. عیبی نداره؟ بله همه لازم دارن. یه موزیک ها همه لازم دارن. پس برمیگردیم به خدمت دکتر سیما جی. من داریوش قشقایی هستم. به برنامه پاتوق دوستان از صدای دوست.com گوش میکنید. عادتم داد خیالتو که به یادت باشم، یاد من هم نکنی باز به یادت باشم. برمیگردیم. اگه من پامو از روی سیم بردارم خیلی بهتر میشه. حالو هوامو نیستی ببینی بازم، این خونه بی تو خونه نمیشه باز.
دوستان اگر میدیدید الان تصویر رو که من دارم چجوری اینو وصل پینه میکنم به هم دیگه، این واقعا از اوناست مادر برخیدن به اینجا میگن به ابوالفضل. من نمیفهمم، کارم کامپیوتره، نمیتونم دوتا سیمو به هم وصل کنم. خب دوستان عزیز ارجمند، با دیگر سلام. من داریوش قشقایی هستم در خدمت سرکار خانم دکتر سیما. خانم دکتر، صدای من الان درست میشنوین؟ بله صداتون میاد. بله واضحه. عذر میخوام ازتون، من نمیدونم، من اینو داشتم به شنوندهام گفتم نمیدونم شنیدین یا نه، من کارم کار کامپیوتره، ولی این تو که من دارم امروز با اینو وصل پینه میکنم دیگه واقعا نمیدونم باید چیکار کنم، باید برم کامپیوترمو پس بدم. خانم دکتر، صحبت میکنیم راجع به قسمتی که راجع به انرژی دوستان دلشون میخواد بشنون. اگه خیلی از دوستان مایل هستن، ما در خدمت، سراپا گوشیم. شما کدوم قسمتش رو به من قشنگ بگین، در چه قسمتی از انرژی رو دوست دارن شنونده ها بدونن؟ احساس کردن انرژی، اون چجوری آدم هم درون خودش رو و انرژی بقیه رو میتونه حس بکنه، انرژی خوب و بد، اون اطمینان کردن به اون حس درونی. یک کدوم از اینهایی که شما فکر میکنین بیشتر شنونده چون نگفتن چیز به خصوصی خانم دکتر؟ بله، وقتی که ما راجع به انرژی صحبت میکنیم، انرژی همه جا هست، انرژی در دور و بر ما همه جا هست، حتی درختان، گلها، پرنده ها، موجودات زنده، حتی جامد، حتی میز و صندلی، که هر چی که دور بر ما هست انرژی داره. بله. درون خود ما هم که خب میدونیم انرژی هایی وجود داره و انرژی مثبت و منفی گفته میشه که بعضی ها انرژی منفی دارن و بعضی ها انرژی مثبت دارن. منظور از انرژی مثبت و منفی اینجا اینه که کسی که انرژی مثبت داره معمولاً با نیت پاک، با قلب خوب، مهربون، حساس و بدون آلایش، بدون تکبر، انسان دوست، حیوان دوست، عاشق طبیعت. خانم دکتر، شما این آدرس منو میدین که عاشق هر چی که هست، اینا معمولاً خصوصیات افرادی هستش که انرژی مثبت دارن و همیشه خوشحال هستن از موفقیت دیگران، خوشحال میشن از شادی دیگران، تشویق میکنن دیگران رو به کار خوب. اگر خودشون موفق هستن دیگران هم به راه موفق میارن. اینها کلاً در بدنشون انرژی های مثبت هست. و اما اگر بگیم انرژی منفی، کسانی که انرژی منفی دارن، اگر یادتون باشه یا هست همین الان هم که زمانهای قدیم همیشه میگفتیم که یک نفر این شخص چشمش خیلی شوره، خیلی چشمش بده. وقتی که توی خونه یکی می اومد، یه اتفاق می افتاد، چیزی میشد، یا اعتقادهایی که از قدیم داشتن و میگفتن چشم این طرف خوب نیست، چشمش بده. درست. این چشم شور و چشم بد بودن زمانهای قدیم هیچ اطلاعاتی از انرژی های مثبت و منفی نداشتن و میگفتن چشم شوره. بله. انرژی منفی همون چشم بده، چشم شوره، چشم نگاتیو داشتنه. وقتی یک نفر انرژی بد و منفی داره، خود شما یا هر کسی دیگه که با اون طرف بلافاصله روبرو میشه میتونه انرژی رو فوری میگیری.
میفهمه، حس میکنه که این شخص انسان، این شخصی که جلوی من هست انرژی خیلی بدی داره، یه جوری نگاه میکنه، یه حالتی هستش. بله. بلا فاصله مشخص میشه و آدم ها همیشه انرژی های همدیگر رو حس میکنن. حتی تو خیابون که دارین میرین، حتی در مهمونی هایی که هستین، اگر بارها شاید اتفاق برای خیلی ها افتاده، جایی که میرین ناخودآگاه مثلا جای دعوت میشین یا حتی در مسافرت هستین، در رستوران هستین، یک موقعی یه جاهایی که میبینید یه آدمی رو میبینید برای اولین بار، اصلا به هیچ بدون که بشناسینش اصلا خوشتون نمیاد از این. بله. خوشتون نمیاد از این، برای اینکه انرژیش نگرفته شما رو، انرژیش با شما یکی نیست. بله. انرژی منفی بهتون ارتعاش میده. اما برعکسش یه موقع میبینید بلا فاصله یکی رو میبینید ما بین اینها، اون هم تا حالا ندیده بودین، اولین باره، بلا فاصله اونجا کلیک میکنه، میگیره. درست. انرژی خوبش رو جذب میکنید شما از اون. و اینجاست که ماها انرژی خوب و بد رو میتونیم تشخیص بدیم که کی هستش. انرژی های کسانی که انرژی منفی و بد دارن هرگز نمیتونن موفقیت دیگران رو ببینن، دروغگویی میکنن، دو به همزنی میکنن، پشت سر دیگران حرف میزنن، برای کسای دیگه رقابت کنن در بیزینسشون، میزنن براشون از پشت، به اصطلاح از پشت خنجر زدن، کارهای خلاف و هیچ وقت اطمینان به دیگران ندارن، همیشه در حال شک و تردید هستن. اینها همه انرژی های منفی درون یک شخصه و مطمئن باشید هرگز تو زندگیشون شاد نیستن اینها، برای اینکه همیشه در تکاپو هستن که از دیگری بهتر باشن، اون یکی پایین تر باشه، اون نباید موفق باشه، این یکی چرا زندگیش بهتر شد، من چرا اینجوری شدم. همیشه در حول و حش اینا هستن و هیچ وقت آرامش فکری ندارن. اما اون کسی که انرژی خوب و مثبت داره، در درون خودش راحت، وجدان راحت داره و دیگران هم دوست داره. انرژی در تمام بدن ما از سر تا نوک پای ما وجود داره و همینطوری میچرخه. و زمانی که اگر توجه کرده باشین یک نفر که داره فعال هستش یا به هر کاری که مشغوله، یا داره میرخته یا داره کار میکنه یا داره ظرف میشوره، خسته که میشه، بلا فاصله ما میگیم که انرژی تموم شد، دیگه انرژی ندارم. بله. بعد اینجاست که بهش میگن برو بشین یه دفعه خستگی در بره، انرژی دوباره بگیری. بله. این وقتی که ما میگیم برو بشین انرژی بگیری دوباره، نشستن روی زمین یا نشستن روی صندلی که ما میشینیم، استراحتی که به اصطلاح میکنیم، اون کف پا رو که میذاریم رو زمین، انرژی که از وقتی زمانی که حالا وایستاده بودیم یا نشسته بودیم از بدن ما رفته بیرون، وقتی پاهامون رو نگه میداریم به سود نشسته، این انرژی وای میشه و انرژی دوباره بر میگرده میاد بالا به بدن و به خاطر همینه دوباره خستگی ما میره و انرژی دوباره تازه میشه که بتونیم دوباره ادامه بدیم. بله. زمانی که ماها وقتی که دیدیم توی ایرانی ها چهارزانو میشینن معمولا روی زمین، از قدیم بوده این چهارزانو نشستن. وقتی من میگم از قدیم بوده، میرسه به قبل از این که حتی ایرانی ها این کارو بکنن، میرسه به هندی ها به صورت چهارزانو همیشه نشستن. بله. چهارزانو نشستن معنی داره. من وقتی هر حرفی که میزنم، حالا شنونده های شما شاید مقدار تعجب بکنم، ولی هر کلمه، هر صحبتی که میگم اینا همه ریشه داره. دوستان من، عزیزان من، شنونده های خوب و مهربون، این چهارزانو نشستنی که ما میشینیم، اگر توجه کرده باشین در حالت مدیتیشن، وقتی که کسی میشینه مدیتیت میکنه چهارزانو میشینه. این چهارزانو نشستن انرژی رو توی بدنتون نگه میداره، نمیذاره که خارج بشه و از درون شما، از
نوک از انگشت‌های پاتون میاد جریان پیدا میکنه، همینطور میچرخه این انرژی ها و درون شما رو انرژیتون رو چند برابر میکنه. از لحاظ عرفان، از لحاظ روحانی بودن حالت عرفانی تر بهتون میده و برای اینه که شما در زمانی که مدیتیت میکنین یا 4 زانو نشستین، اون موقع اگر بخواین با یونیورس صحبت بکنین یا پیامی بخواین بدین، اون زمان بهترین زمانه. توی کلاس های مدیتیشن یا کسانی که مدیتیت میکنن یا یوگا میکنن به صورت حالت نشسته، وقتی میگن یوگا مدیتیت بکن، یک کمی اعصابت راحت میشه، یک کمی خالی میشی، دلیلش به خاطر همینه. خاطر همینه که انرژی توی بدن میمونه، احساس ریلکس شدن میکنید. در اون زمان از ذهنت دعا، صحبت، حرفی که داری به یونیورس میدی، اون زمانیه که میتونی خیلی راحت ارتباط برقرار بکنی. و کف دست پای ما همینو یک بارم گفتم در برنامه قبلی، شما فکر میکنم گفتم، حتی اون دست دادن، 2 نفر که به هم دست میدیم، برای چی دست میدیم به هم دیگر رو میبینیم؟ کف دست های ما انرژی داره. بله. 1 نفر که انرژی درمان هست، انرژی درمان های اصل رو میگم، نه کسانی که میان برای بیزینس این کارا رو میکنن. اگر توجه کرده باشیم با کف دستشون انرژی میدن. درست. بله. این با کف دست انرژی میدن. پس کف دست های ما پر از انرژیه. این انرژی ما وقتی ما 2 نفر رو شیک میکنیم، دست میدیم، این هم ریشه داره که انرژی ها رو به همدیگه رد و بدل میکنیم، آشنا میکنه به همدیگه، آشنا میکنیم با همدیگه. دست دادن درسته که ما رسم و رسومه و حس میکنیم و میگیم که آداب احترام هست، ولی در اصل این هم ریشش از اون جایی گرفته شده که وقتی 2 نفر به هم دست میدن، انرژی ها به هم منتقل بشه که آشنایی بیشتر، نزدیکی بیشتر و ارتباط برقرار میشه اونجا. میونه کلمتون شکر. یه چیز جالبی روی این دست دادن که الان گفتید، من یه رفعه به فکرم رسید. خیلی وقتا هست موقعی که من طوری که دست میدم، خیلی ها دستی موقعی که میدن فقط انگشتاشون رو میدن. منظورم متوجه میشی؟ یعنی کف دست به کف دست نمیخوره. حالا خانوم من کار ندارم، آقایون رو من دارم میگم، داره این با نوک انگشتاش میگه بابا آخه این دست دادن چیه؟ دست بده من درست حسابی. معمولا خب اتفاقا خیلی سوال خوبی، چون خود منم دیدم همچین اشخاصی رو. این هایی که ببینید اینجوری به شما دست میدن، زیاد آدم های اجتماعی نیستن. بله. سلف کانفیدنس هم ندارن. سلف کانفیدنس که ندارن هیچی، یعنی زیاد اهمیت نمیدن. این سه طرف معذرت میخوام نمیگم به شما رو، با هر کی که دست میدن زیاد اهمیت که قائل نیستن به خاطر این دست دادن یا برای طرف مقابلشون، و زیاد هم اجتماعی نیستن، یعنی سوشالایز نیستن با اون قدر اصلا. آدم هایی هستن که در درون خودشونن بیشتر. بله. به این صورته. و به هر حال ریشه مسئله انرژی خیلی خیلی صحبت ها راجبش هست، خیلی حرف ها هست راجبش که فکر می کنم همه رو من بتونم الان تو این برنامه تعریف بکنم. انشالله که در برنامه های بعدیتون انشالله با تمام میل حتما دونه به دونه انرژی های ارگان های بدن رو واسهتون میگم و چطور بتونین رو خودتون کار بکنین انشالله. اتفاقا یکی از سوال ها همین بود، در دوستان در پاتوق نوشتن که چجوری میتونن به این کلاس هایی که میخوایم بذارین چجوری میتونن جزو این کلاس ها بشن، یه به اصطلاح چطوری میشه استفاده کرد از این کلاس ها. خانم دکتر سوال خیلی هست. یکی از دوستان سوال کرده آیا انرژی تبدیل به چیزی میشه؟ یعنی انرژی منفی شخصی امکان اینو داره که به مثبت یا برعکس تبدیل بشه اون انرژی؟ بله بله بله
امکانش هست. بله. انرژی بد رو دلیلی داره؟ سوال من میتونم خدمتتون عرض بکنم؟ یک بار دیگه سوال کنیم. ببینید کسی که انرژی بد داره، بدخواه، چشم شوره، حالا هر چی که هست، انرژی بد هست، آیا داشتن اون انرژی چویس اون بوده یا اینطوری باهاش به دنیا آمده یا اینطوری شده؟ اینو یک دوستان دلشون میخواد بدونن اگه سوالم رو درست میکنم. خب این کسی که انرژی بد داره دلایل مختلف داره. یک میتونه ذات خود اون شخص باشه، دو میتونه مسائل مشکلاتی که براش پیش اومده تو زندگی اون رو به تبدیل کرده باشه به یک نفر. بله. به یک نفر آدم خشمگین و بد انرژی. بله. سوم از اون این باز هم انتخاب خودشونه که میتونن اینو نگه دارن در خودشون یا میتونن خلاص بشن ازش و خودشون رو تبدیل به یک آدم دیگه بکنن. خب دکتر، ما ایرانی ها کلن هم به بعضی از این چیزها اعتقاد داریم و بعضی وقتا هم اعتقاد نداریم. ما به مدیتیشن، به جدا شدن روح از بدن، با انرژی ها رو حس کردن، انرژی ها رو لمس کردن، باهاشون تماس برقرار کردن رو هنوز ما بلد نیستیم. یعنی هنوز در اونطوری که باید و شاید در ما نیست. یه نفر که مدیتیت میکنه، اعصابش آرومتره، دیدش بازتره، چه جوری یه نفر میتونه، از کجا هست که میتونه شروع بکنه که اون انرژی درون خودش رو حداقل بشناسه؟ آقای قشقایی، این مرحله داره. ببینید کسی که بخواد شروع بکنه از استپ اول، قدم اولش همون از بیسیک مدیتیشن هست. یعنی باید شروع بکنه اصلا اول بخونه راجع به مدیتیشن که چیه مدیتیشن، بعد وارد کلاس ها باید بشه. همینطوری نیست که یک نفر بیاد یک بار، دو بار یا سه بار مدیتیشن بکنه بگه تموم شد من الان انرژیم خوب میشه و قشنگ میتونم ارتباط برقرار کنم. نه، اینجوری نیست. باید تمرین بکنید. تمرین خیلی مهمه و خودتون رو خیلی مهمه که چطوری بهتون بگم، در این دنیایی که دارین زندگی میکنین، یعنی باید مدیتیشن شما رو بعد مرحله میرسونه که از اون دنیایی که اینجا هستین، دنیای واقعی یا دنیای رویایی یا دنیای مدرسه و تجربه، جدا کنید. بله. وقتی به اون زمان رسیدین که خودتون رو جدا از اینجا دیدین، اون زمان هستش، اون موقع هستش که دیگه دارین راه رو میرین به یک حالت عرفانی کامل میرسید و این زمان میبره تا به اون مرحله رسیدن. بله. این صحبت این آخه جالبی این صحبت ها خانم دکتر اینه که آدم، این صحبتی نیست که آدم بتونه راجبش 3 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت بکنه. دقیقاً. این از اون صحبت هاست که آدم کشیده میشه پاش و این صحبت 100-200 ساعتی، چون از این بعد میره به اون، از این بعد این به اون وقت میشه، این به اون وقت میشه. حالا بنده از شما چند تا سوالم دارم خودم شخصا، قبل از اینکه من میدونم وقتتون کوتاهه و من ممنونم از این وقتی که به من دادید خانم دکتر عزیز. شما راجع به انرژی صحبت کردیم، راجع به روح صحبت کردیم، راجع به مردن صحبت کردیم. من نظرمو میخواستم خدمتتون عرض بکنم و دلم میخواد نظرتون رو بدونم راجع به این. من اعتقاد دارم خانم دکتر موقعی که ما میمیریم یا موقعی که ما از این دنیا میریم، در این دنیا ما محدودیت زمان و مکان رو داریم. time and space اگه درست فارسیشو گفته باشم. یعنی ما در یک جا بیشتر نمیتونیم. ما از یک جا به یک جای رفتنمون زمان میبره. ما محدودیت هایی داریم که ما موقعی که در اون دنیای بعدی به اصطلاح وارد میشیم اون محدودیت ها رو دیگه نداریم. تایم و سپیس برامون دیگه اون محدودیت رو ندارن. سوال من اینه، من
اعتقاد دارم کسی که این دنیا رو ترک میکنه و میره اون دنیا، اونها میتونن ما رو ببینن، صدامون رو بشنون و با ما تماس داشته باشن از طریق خواب یا مدیتیشن یا صدای کوچکی که درونمون هست. و همینطور که ما در شکم مادرمون نمیدونستیم اون دنیای بعدی چیه، اونها هم میتونن ما رو ببینن ولی ما اونها رو نمیتونیم ببینیم. این چقدرش درسته به نظر شما؟ والا من میخوام جوابتون رو اینجوری بدم، صبر کنین من برم و برگردم اونجا به جواب کامل. جواب با مدرک ثابت شده براتون بیارم. بله انشالله 120 سال دیگه خبرشو میشنویم. نه اولا که شوخی کردم. دوم من این تجربه رو بارها داشتم که رفتم و برگشتم، هیچ ترسی هم ندارم ازش اصلا و ابدا، هیچ ترسی ندارم، چون بارها و بارها در زندگیم رفتم و برگشتم. اما برای جواب سوال شما، خودتون الان دارین یک مقدار جواب سوال خودتون رو دارین دقیقا. بله. که همونطور که می‌بینید ما در درون شکم مادر که گفتم صدای، اگر پدر حرف بزنه، اگر آژیر فرفرض یه آژیری کشیده بشه، اون بچه توی شکم میفهمه. رقص و پیانو و موزیک و اینا باشه، بچه میفهمه، ریلکس میشه. یا لالایی مادر براش میخونه یا نوازش میکنه شکمش رو مادر، بچه قشنگ کاملا اینا رو میفهمه. بله. ولی هنوز ندیدیم همدیگر رو. بله. دقیقا. و این هم امکانش هست که همچین موضوعی رو دقیقا نسبت به اون باشه، چون وقتی که یک نفر از عزیزانی که از دست رفته به خواب شما میان، پس اطلاع دارن از شما که در اینجا براتون چی میگذره، که بهتون پیام میدن. بله. که میفهمن اگر شما در ناراحتی در فرض باشید میفهمن یا میان توی خوابتون. بله. پس این امکانش هست که اونها هم میبینن یا حس میکنن. بله. خیلی دارن خانم دکتر، دوستان سوالها داره به جاهای باریک میرسه از لحاظ کی روح وارد بدن میشه. سوالهایی هست که من به هیچ عنوان امکان اینو نداره ما بتونیم امشب راجع به صحبت بکنیم. خانم دکتر، این وقتی هم که شما به من دادید من بسیار از شما ممنونم. مثل همیشه صورت آقای رشتایی صورت حسابشو میفرستم قربونتون. ای خانم دکتر شما معمولا که نشد که ای داد برمن. خانم دکتر نه بذاری بگم در چرا حرف زدم دلیلشو، برای اینکه یه مسیجی من گرفته بودم که آقای قشقایی چارج میکنه همچین چیزی رو. من مخصوصا اینو دارم میگم که شنونده هایی که دارین گوش میدین این رو بدونید، وقتی که این رادیو درست شده برای شما عزیزان، آقای قشقایی نیتی که داره فقط با نیت کمک، همراهی، دلشاد کردن شما عزیزانه. به هیچ عنوان ایشون پولی از هیچ کسی نگرفته، حتی از من $1. اینو من مخصوصا خواستم اینجا بگم، همه این رو بدونم برای همه واضح باشه. اگر کسانی میشنوید که بهتون پیام‌هایی میدن که پولی گرفته میشه یا هر کسی رو دکتری رو چارج میکنن یا ما چارجشون میکنیم، اصلا همچین چیزی نیست. اینجا فقط منظور از دوستیه. وقتی میگه رادیو صدای دوست، واقعا صدای دوست هست، واقعا صدای مهربانی است که به خانه های شما میاد و میدونم که آقای قشقایی با نیت پاک کامل داره این کارو میکنه. من ممنونم از شما خانم دکتر، شرمنده میکنید منو مثل همیشه. ممنونم. خب خانم دکتر ممنون از این وقتی که به ما دادید. بر روال همیشگیمون مهمون ما 1 دقیقه آخر رو ما میذاریم که با مهمونمون با شنوندگاش صحبت بکنه. هر پیامی داشته باشین ما در خدمتتون هستیم. گوشی براتون باز. بفرمایید.
بله، من پیامی که برای دوستان عزیز دارم اینه که اول از اون به خودتون یک مقدار بیاین، درون خودتون برین، بدونید که قدرت ذهن انسان خیلی کارها رو میتونید باهاش انجام بدید، خیلی کارها رو. مهربون باشید، همدیگر رو دوست داشته باشید و نیازهای همدیگر رو برآورده کنید. هر کسی که تو این دنیا اومده یک مأموریتی داره و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم هر جای دنیا که هستیم. خیلی ممنونم سکا خانم دکتر سیما، بسیار بسیار خوشحال شدم با هم صحبت کردیم و در آینده امیدوارم در خدمتتون باشیم خانم دکتر. مرسی، لطف کردین. خداحافظی میکنم از شنونده های خوب مهربونتون. همتون رو دوست دارم. I love you. خدا نگهدار. تا دفعه دیگه. خدا نگهدار خانم دکتر عزیز. خدا نگهدار. خدا نگهدار. رادیو صدای دوست، اینجا صدای شماست. صدای دوست .com